خب سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. تو این قسمت میخوایم با هم دیگه نصب نرم افزار انوی رو انشالله بدون درد خونریزی داشته باشیم. خب من اینجا یه سری فایل های نصب انوی رو دارم که اینو براتون میذارم داخل گروه که بتونید استفاده بکنید. اما خب اینا چند تا با همه، برای اینو من دیگه دارم آموزش رو خیلی ساده میگم که همه دوستانی که انشالله چه با سیستم آشنایی دارن و چه ندارن یاد بگیرن. ببینید ابتدای کار خب ما همه این فایل ها رو انتخاب میکنیم. وقتی همه رو انتخاب کردیم ببینید اینجا کلیک نکنید، همه رو انتخاب کنید روی اینا یا این کنار منارا، یعنی یه جایی که اینا انتخاب شده باشه اینجا بزنید دیسلکت میشه، یا با کنترل آ اصلا همه رو انتخاب میکنید، تاثیر خاصی نداره. کلیک راست میکنید، یه گزینه هست اکسترکت هیر، روی این گزینه میزنید. ببینید این شروع میکنه تمام این فایل ها رو اینجا به اکسترکت کردن. یه چیز دیگه هم هست، حالا برای اینکه ترتمیزتر از همین اول کار کنید، اینه که شما میتونید مثلا بیاید اکسترکت تو NV 56 بزنید. این دقیقا همین کارو میکنه، میاد یه فولدر درست میکنه با همین عنوان میندازتش اونجا. اکسترکت یک برای چند تا فایل اگه باشه جدا جدا هم شاید بدید، حواستون باشه. حالا در هر حال الان که برای ما اوکی شد. خب این پوشه رو که باز کنید یه دونه نصب داره، یه دونه کرک داره. احتمالاً که الان من اینو باز بکنم کرکش پاک بشود، یعنی یه احتمالی هست. حالا فعلا که پاک نشد، ولی خب خوب شد که این اتفاق هم افتاد که من این نکته رو بگم. قبل از همه این داستان ها بیاید و روی در واقع ویندوز دفندرتون، حالا به هر شکلی که هست، برای مثلا ویندوز 10 و 11 این شکلیه، یک کلیک راست بزنید. خب اگه اینجا داشت دیسیبل فلان که هیچ، اگه نداشت که دو تا کلیک بزنید باز بشه. حالا من اینجا احتمال زیاد خاموشش کردم، ولی با این حال روی همین آیکون که عکس سپر داره وارد بشید، همینجا میبینید که چند تا گزینه هست. خب الان ما خاموشش کردیم، ترن آن اینجا برای ما اومده. اگه روشنش کنیم چند تا هست. خب دیگه شما همه رو خاموش بکنید دیگه، برای اینکه حالا دستون بیاد احتمالا کرک ما پاک بشه مشکلی نداره، ولی من اینجا میگم دیگه. گزینه ترن آن رو که میزنیم، حالا ما یه بارم اینو میبندیم، اینجا دیگه اومد. خب طبیعتا میبینید که به همین سبک اینجا دیگه همین هست. روی این قسمت ویروس and threat protection setting manage setting رو بزنید. ریل تایم رو خاموش کنید، کلاود دلیور رو خاموش بکنید، اتوماتیک سامپل رو خاموش بکنید، تمپر رو خاموش بکنید و چیزی رو روشن نذارید. وقتی که برگردید دوباره به همون حالت اولمون میرسیم که اینجا ترن آن بود. حالا من اینجا یه نکته دیگه رو هم بهتون بگم. ببینید شما زمانی که این نرم افزار رو نصب بکنید، چون نرم افزار ما کرکیه، باید بیاید چیکار کنید؟ باید یک پوش امن بهش بدید. خب الان آدرسی که من گذاشتم اینجاست، حالا برای شما ممکنه هر جای دیگه باشه. من توی درایو دی گذاشتم، یه پوشه درست کردم با عنوان NV توی سافت‌ویرم الان، و اگه برگردم عقب اینجا نرم افزاری که من اینجا نصبش میکنم میاد توی ستاپ. خب ببینید نحوه دادن پوش امن به سیستم. شما دوباره روی همون وایرس اند ثریت میزنید، یکم میاد پایینتر. ببینید دوباره تو همون قسمت اولی که رفتیم و به اصطلاح فیلتر اون ویروس کش رو خاموش کردیم میزنیم. این پایین یعنی همینو میایم پایین. ببینید همچین کار سختی هم نیست این کار اصلا. یه گزینه هست به نام اکسکلوژن. توی این قسمت یه گزینه اد اور ریموو داره اون پایینش، اینو میزنیم انتخاب میکنیم. خب به ما میگه که اضافه کنید یا پاک کنید اون چیز، اون قسمت یا اون آدرس یا اون حالا هر چیزی که میخواید رو که در واقع حذف بشه یا نادیده گرفته بشه از روش از اسکن های آنتی ویروس. خب شما اد ان اکسکلوژن رو بزنید، بهتون میگه فایل میخواید، فولدر میخواید، فایل تایپ میخواید یا پروسس میخواید. خب پروسس که ما کاری نداریم، مثلا ما میایم بهش میگه آقا این فولدری رو ما میخوایم که شما دیگه دست نزنی بهش. دوباره اما اول گفتم من تو درایو دی
یه پوشه دارم NV. خب من این دوتا رو اینجا انداختم برای اینکه کلا دیگه آسیب نبینه. این پوشه NV ما بهش میگم نکن این سلکت فولدر ما، اینو بی زحمت شما اصلا نادید بگی، میاد اینجا و برای ما اضافه میکنه. ببینید اینجا الان اومده داره به دی پوشه NV. تموم شد رفت. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. این از اولین کار که دیگه خیالتون راحت باشه که بعداً دیگه هی داستان نشه براتون. خب حالا برمیگردیم به مسئله اصلی. من فقط چک کنم ببینم که داره ضبط میشه یا نه. خب خدا رو شکر داشت ضبط میشد و ردیف. حالا این دوباره برمیگردیم همینجا، اینجایی که ما اکسترکت کرده بودیم و افتاده توی این پوشه. من یه مقدار اینو بزرگش کنم چون پیرمردی هستم. اینجا MV 56 رو باز میکنیم. ببینید داخلش یه دونه عنوان کرک داره، یه دونه عنوان MV 56 در واقع. خب شما اینو روش کلیک راست میکنید، ران از ادمنستریتور میزنید، یعنی که اصلا دو بار روش کلیک میکنید فرقی نداره، در هر حال باز میشه. خب این نرم افزار ما اینجا باز میشه و ستاپش میاد. مثل آدمای غیر حرفه‌ای نکس 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 تا ابد نزنید. حرفه‌ای از همین اول کار ببریدش جلو. حالا که دیگه اومدید جلسه اول هم هستیم دیگه، ترتمیز مرتب. صدای گربه هم تو زمینه میاد، من عذرخواهی میکنم دیگه، متاسفانه داشتن گربه این داستانا رو هم داره. روی گزینه نکست میزنیم. اینجا یه سری چیزا هست که مثلا ما میگه لایسنس اگریمنت، توافقاتی که روی لایسنس هست که چی میدونم، هر چیزی که خودشون گفتن. ما تو ایران زیاد به این چیزا اعتقاد نداریم. روی این قسمت آی اکسپت میزنیم که این گزینه‌مون فعال بشه، بعد نکست رو میزنیم. حالا بهمون میگه اینجا دیگه میگه آدرس به من بده. خب من دیگه گفتم میگه نکست نکست نزنید دیگه، این بی کلاسی هستن. روی این قسمت بروز میزنید. خب اصلا تعجبی نداره اونجایی که یعنی ببینید همه من بغل این چیزا رو میزنم بسته میشه میره. خب من داخل داره به دی درست کرده بودم، یه پوشه بود با عنوان NV. من یه جا خود نصب نرم افزار رو گذاشته بودم، یعنی در واقع فایل های NV اینجا بود. اگه دقت کنید این پوشه کرک هم اونجا بود. یه جا هم که می‌خواستم نصبش بکنم، حالا ستاپ به نظرم گزینه درستی نیست و باید حالا عوضش کنم. مهم نیست، در هر حال مثلا من میتونم اینجا حتی پوشه هم درست کنم. مثلا اینجا اسمشو میذارم installed، معنی نصب شده. خب من این پوشم رو انتخاب کردم، یه اوکی میزنم. ببینید اینجا برای من مسیر رو گرفت، DNV install. نکست رو میزنم. اینجاشو دیگه ما کاری نداریم که مثلا بخوایم بگیم چه چیزی رو تیک بزنیم و چه چیزی رو تیک نزنیم. همین اینقدری که هست کافیه دیگه، بیشتر از این ما فعلا چیزی نیاز نداریم. خب بعدش گزینه نکست رو میزنیم. اینجا داره بهمون میگه که ببین اینجا میخوایم اینجا نصبش کنیم، پروداکت ها رو میخوایم بزنیم، اینا هم میخواد بیاد، اون ردیفه. این استال رو میزنیم و وای میسیم تا نصب بشه. من اینجا فیلم استاپ میزنم که زیاد حجمش بالا نره. خب دیگه آخرای نصبش هست. الان ببینید همین یه تیکه 20 دقیقه طول میکشه. خب بعد از اینکه این نرم افزار نصب میشه انشاءالله یه نصب بشه، بعدش بالاخره نصب شد. خب خداش تموم. نرم افزار تا اینجا نصب شد. ما این فینیش رو میزنیم و اینجا یه پیام میاد میگه میخواید که لایسنس ادمنستریتور رو الان باز کنیم. ما میگیم آقا نه، ما کرک داریم الان باز کنیم که شرفمون به باد میره. خب این پوشه کرک رو که داخلش رو ببینید یه دونه X64 داره، یه دونه X86. خب ببینید همین اول کار من اینو میگیرم خیلی آروم بدون درد و خونریزی اینو میچسبونمش به این گوشه، ولش میکنم. ببینید این الان اینجا چسبید، نصف صفحه من شد برای کرک. الان اینجا میگه اینو انتخاب کنی چی میشه؟ خب هیچ، چون اصلا چیزی ندارم که اینجا باز بشه. ممکنه اساسا چیزی براتون باز نشه. حالا می چیکار میکنید؟ میاید خیلی ساده و بی دردسر با زدن دکمه های ویندوز و ای یه دونه دیگه اکسپلورر باز میکنید. اینم میگیرید میچسبونیدش این طرف. ببینید من اونجایی که نصب کردم و میرم اینجا توی داره به دی نصب کردم توی فایل MV. خب اینستالد من اینجاست، دیدید میام تو پوشه MV 56. خب ببینید
الان این طرف به اصطلاح صفحه نمایش من فایل های MV و این طرف هم کرک های MV. خب ببینید ما اول میایم توی حالا این قسمت توی پوشای فکر میکنم دیتا بود، آیدیل 88 بود. آها آره دقیقا همینجا بود. یه بار دیگه من میام، ببینید این تو فایل های نصب ماست، آیدیل 88 اینجا وارد میشم، یه پوشه هست با نام بین، اونو داخلش وارد میشم. خب بین 86 اینجاست، ببین بازش میکنم. از این طرف ما تو بین 86 ایم دیگه، این و این طرف هم باز میکنم. ببینید من این دوتا رو انتخاب میکنم، روش کلیک راست میکنم، کپی، میام اینجا رو این کلیک نکنید، یه جای این گوشه کنارا کلیک کنید، مثلا اینجا خالیه، اینجا کلیک، کلیک راست، پیست. این ارور رو به من میده، میگه که دو تا با همین اسم هست، چیکار کنم؟ میگم اینا رو ریپلیس بکن، میاد و ریپلیس بکن. این از قسمت اول. خب اینجا کارمون تمام میشه، یه دونه برمیگردیم عقب، بین 64ش هم باز میکنیم. حالا اینجا از این پوش هم یه دونه برمیگردیم عقب، بین 60 این 64 بیتش هم برمیداریم، یه دونه کپی میکنیم، میایم این طرف دوباره همون کار پیست میکنیم، اینجا هم ریپلیسش میکنیم. خب این الان اساساً کار کرک کردن ما انجام دادیم بدون درد و خونریزی که گفتم اینجاست. برمیگردیم عقب، برمیگردیم عقب، برمیگردیم عقب. خب حالا ما یه سری قسمت ها داریم که در واقع چند تیکه داره نرم افزار ما. MV کلاسیک 32، MV در واقع استاندارد 32 بیت، MV استاندارد 64 بیت، MV کلاسیک 32 بیت و MV کلاسیک 64 بیت. ما فعلا با این دوتا کار داریم، با این 4 تا کار داریم. خب یه دونه کلیک روی میکنم، ببینید باز میشه. کل نرم افزار MV کلاسیک به این حالته، تمام چیزهایی که ما میخوایم اینجاست، مثلا فراخوانی فایل هامون، دسته‌بندیمون، مثلا فرضاً سوپروایز کلاسیفیکیشن که حالا میریم جلوتر، اسپکترال انگل مپرز، روش سم، و مثلا توی اسپکترال روش MNF که اینجا ما میایم و اینو میزنیم. همه اینا رو بهتون میگم، هیچ استرس نگیرید. از اون طرف هم نرم افزار رو ببندید، خیلی وحشتناک خودشو سکته میکنه و میبنده. MV استاندارد هم به همین شکل، دوبار کلیک میکنید و MV باز میشه و بازم بابت صدای زمینه عذرخواهی میکنم من، چون مجبورم با سیستم دختر خواهرم این داستان رو ضبط کنم، چون خودم داشتم دیگه حوصله‌شو نداشتم واسش پاک بکنم. اینم که محیط MV استاندارد. اینجا یه خورده حالا ترتمیزتر و مشکل تره، مثلا همون روش سم، اینجا ما فقط سرچ میکنیم اسپکترال. خب ببینید که اسپکترال انگل مپ کلاسیفیکیشن شیک و مجلسی، اینجا دوبار کلیک میکنید و دیگه باقی داستان ها که انشالله جلوتر بهتون میگم. خب اینم از این تموم شده رفت، میبندید و اگر دوست داشتید، اگر حس کردید که اینجوری راحت ترید، میتونید چیکار کنید؟ میتونید دقیقا از همینجا، حالا من دوباره برمیگردم توی پوشه نصبم، میام توی MV 56. خب من الان مثلا از این خوشم اومد، میخوام این باشه اینجا، روش یه دونه کلیک راست میکنم، ببینید اینجا یک گزینه هست پین تو تاسک بار، ببینید اینجاست، وقتی بزنم میاد اینجا دیگه، اینجا یه دونه کلیک روش بکنم میاد. MV استاندارد 64 رو برمی میشه، میتونیم بزنیم پین تو تاسک بار، اینم میاد اینجا، تیک تیک کلیک کنی میاد دیگه. دوتا نزنید یکی بزنید دیگه، چون همینه. بله، شاد و پیروز باشید تا جلسه بعدی انشالله ببینیم چی پیش میاد. یک صلواتی هم برای پدر من بفرستید که انشالله خدا عزیزانتون رو براتون نگه داره. متشکرم، خدا حافظ.